بعضی مردکارها هستند که سزن میگویند و در تابستان تقریبا 1 ساعت یا 2 ساعت خواب میکنند، بقیه تمام 20 ساعت کار میکنند. تاجران هستند که در موسم تجارت یا در سزن و گفتی روزی که ما زیاد استفاده میبریم، شبها ساعتهای 4 و 3 نگفته از جا بیدار میشوند و مال و کالای خود را به تجارت آماده میکنند. من و شما هم از فردا تجارت ما شروع میشود. تجارت با پروردگار، تجارت با آنه که زمین و آسمان در دست اوست، قلبهای مردمان در دست اوست، خزائن، خزینه ها، کنزهای زمین و آسمان در دست اوست. بیایید با او یک تجارت برقرار کنیم، اون هم با انجام دادن عملهای صالح. خیلی ها هستند که فقط ماه رمضان را برای خود موسم تجارتی کسب کردن عملهای صالح قرار می دهند.